ناپلئون هیل کسیه که ادعا داره کلیدی داره که با اون در همه فرصت‌هایی رو که میتونیم تصور کنیم باز میکنه و میگه این شاه کلید 17 اصل داره و قراره توی این ویدیو در مورد کلید اول صحبت کنیم. ناپلئون هیل قول میده که اگر با قطعیت تصمیم بگیریم که اون چیزی رو که توی زندگی بیشتر از همه میخوایم روی کاغذ بنویسیم و بخونیمش، به ما شاه کلید در رویاهامون رو میده و البته تاکید میکنه که باید برای داشتن این کلید آماده دریافتش باشیم. اولین اصل مرتبط با ماهیت و طبیعت این شاه کلیده که مسئول همه موفقیت‌های دنیاست. اون میگه که روانشناسا قانونی رو کشف کردن که پایه همه موفقیت هاست و اون اینه که هر چیزی رو که در ذهن بتونیم تصور کنیم و باور کنیم میتونیم به دست بیاریم. این یک جمله عمیقه و توی این جمله هیچ اشاره‌ای به نیاز برای تحصیل نکرده. ناپلئون هیل اولین نشونه قانون اساسی که به ما ابزار پیدا کردن هدفمون رو توی زندگی میده وقتی متوجه شده که توسط اندرو کارنگی فلسفه علم موفقیت رو آموزش میدیده. حتی به اندرو کارنگی گفته بوده که میترسه فرد اشتباهی رو برای آموزش ارائه اولین فلسفه کاربردی موفقیت انتخاب کرده باشه. به این دلیل که ناپلئون هیل جوان بوده، تحصیلات آکادمیک و همینطور پول کافی هم نداشته. در همین هی اندرو کارنگی چیزی رو بهش میگه که تمام زندگی ناپلئون هیل جوان رو تغییر میده و راهش رو برای کمک به میلیون ها نفر باز کرده و اون یک قدرت بزرگه که کارنگی گفته این قدرت تحت کنترل هر شخصی هستش. قدرتی که بزرگتر از فقر و بزرگتر از نداشتن تحصیلاته و همینطور بزرگتر از ترس ها و خرافاته. قدرتی که با اون کنترل ذهنمون رو به دست میاریم و اون رو به سمت هر هدفی که بخوایم میبریم. کارنگی اعتقاد داره که این قدرت بنیادی هدیه خالقه و باید به عنوان بزرگترین هدیه به انسان‌ها در نظر گرفته بشه، به این دلیل که کنترل بیچون و چرای این هدیه رو هر شخصی داره. در واقع میگه که ذهن هر چیزی رو که بتونه تصور کنه بدون اینکه تحصیلات رسمی داشته باشید میتونید به دست بیارید. به داستان توماس ادیسون اشاره میکنه که ایده مخترع شدن رو تجسم کرد و تبدیل به بزرگترین دانشمند جهان شد. ناپلئون هیل اولین بار از اندرو کارنگی این اصل رو شنیده که به هر کسی این امکان رو میده تا هر چیزی رو که میخواد به دست بیاره و اونقدر مشتاق شده که شروع به جستجو در مورد قدرت این اصل میکنه که باعث شده شاه کلید رو کشف کنه. جستجوهای ناپلئون هیل اون رو به مطالعه نیروهای روحانی رسون که اکثر آدم‌ها با اونها آشنا هستند که توی این زمینه به سرنخ رسید و به ناپلئون هیل این توان رو داد که به آدم‌های زیادی کمک کنه تا سرنوشتشون رو پیدا کنن. در ادامه به ما میگه که چرا جمله هر چیزی رو که توی ذهن بتونید تصور کنید میتونید به دست بیارید درسته، بدون توجه به اینکه در گذشته چند بار شکست خوردید یا اینکه اهداف و آرزوهاتون چقدر بزرگ هستش. اندرو کارنگی توضیح داده که وقتی در مورد فقر و نداشتن تحصیلات صحبت میکنید قدرت ذهنتون رو به سمتی میبرید که این چیزهای ناخوشایند رو جذب کنه. چون این جمله که هر چیزی ذهنتون تصور کنه جذبش میکنه کاملا درسته و حالا مشخص میشه که چرا همه موفقیت ها با داشتن هدفی واضح شروع میشه، یعنی داشتن یک تصویر واضح از چیزی که از زندگی میخواید. اندرو کارنگی در ادامه به ناپلئون هیل جوون فقیر و بدون تحصیلات میگه که همه آدم‌ها با این نعمت به دنیا میان که میتونن ذهنشون رو به سمت هدفی که میخوان کنترل و هدایت کنن و توضیح میده که همه حین تولد با خودشون دو نامه مهر شده به همراه دارن. عنوان اولین نامه اینه که اگر قدرت ذهنتون رو به دست بگیرید و به سمت هدفی که میخواید ببرید، ثروتی رو که میخواید به دست میارید. عنوان دومین نامه مهر شده اینه که اگر قدرت ذهنتون رو به دست نگیرید و به اون جهت ندید، باید تاوانش رو پس بدین. اندرو کارنگی محتوای نامه ها رو هم توضیح میده و میگه که توی نامه‌ای که روش نوشته ثروت، این موارد لیست شدن: سلامتی، آرامش ذهن، عشقی که انتخاب میکنید، آزادی از ترس و نگرانی، نگرش مثبت، مادیاتی که انتخاب میکنید به هر اندازه‌ای که میخواید. محتوای نامه دیگه لیستی از بهایی هستش که افراد برای عدم به دست گرفتن کنترل ذهنشون میپردازن و چیزی نیست جز بیماری، ترس و نگرانی، شک و تردید، ناامیدی و عدم شجاعت در زندگی، فقر و نداری، صفات شیطانی مثل غبطه، حسادت، عصبانیت و نفرت. ناپلئون هیل مأموریت زندگی خودش رو کمک به افراد تعریف کرده تا نامه ثروت رو باز کنن و از محتویاتش استفاده کنن و برای
نقطه شروع برای تغییر مسیر زندگی دستورالعمل ساده‌ای رو به ما میده و اون اینه که یک دفترچه یادداشت یا چیزی شبیه به این تهیه کنیم و توی صفحه اول توصیف واضحی از رویای اصلیمون توی زندگی رو بنویسیم، موقعیت یا هر چیزی رو که میخوایم، و تأکید میکنه که تنها محدودیتی که داریم فقط ذهن خودمونه. توی صفحه دوم دفترچه دقیقاً بنویسیم چه چیزی رو حاضریم در عوض چیزی که از زندگی میخوایم بپردازیم و بنویسیم که الان در چه جایگاهی هستیم تا شروع به پرداخت بها و هزینه اون کنیم. سومین کاری که باید انجام بدیم اینه که هر دو جمله رو حفظ کنیم، چیزی که میخوایم و چیزی که حاضریم در عوضش بپردازیم، و حداقل 10 بار در روز تکرارش کنیم و همیشه همه حرفامون رو با شکرگزاری از چیزهایی که در هنگام تولد به ما داده شده تموم کنیم. و توصیه میکنه این جمله رو با تواضع و صداقت در طول روز تکرار کنیم. خدایا، من تقاضای پول بیشتری ندارم، بلکه تقاضای خرد بیشتری برای استفاده خردمندانه از ثروتی که در حین تولد به من داده شده رو دارم، به شکل قدرتی برای کنترل کردن و جهت‌دهی به ذهنم به سمت هر هدفی که آرزوش رو دارم. ویدیو بعدی رو حتما نگاه کنید، چون اصل دوم موفقیت از زبان ناپلئون هیل رو با هم یاد میگیریم که در اون از تحصیلات و تجربیات دیگران استفاده میکنیم و برای اینکه به هدفمون برسیم کمکی که بهش احتیاج داریم رو میگیریم.